ازبک ها در افغانستان. آوازخوان مشهور ازبکان شیرعلی جوره در این سرود خود از شهامت ازبک ها سخن میگوید. ازبک های افغانستان چگونه مردم اند و گنجینه های فرهنگی و ادبی آنان چی سرگذشت هایی دارد. ما در 3 برنامه ویژه به این مسائل میپردازیم. در نخست نگاهی به تاریخ ازبک ها. برخی از مورخین اصل و مبدای ترک را از اقوام هیونوها و هونها می دانند که در اطراف رود اورخونیانیسی واقع در مغولستان زیست داشتند. معنی واژه هیونو مردم صحراگرد و بیابان نورد بوده است. این طوایف گوشتخوار، شیرنوش و اسب سوار بودند که بقایای آنان امروز هم سوارکار هستند. مهاجرت و سرازیر شدن قبایل هیونو و هونها از شرق به سوی غرب و جنوب تا ماورا نهر به تمام آسیای میانه رسید. در تشکل ترک ها در آسیای میانه و افغانستان تشکیل دولت خاقانی ترکان غربی یا توکیوها رول مهمی داشته است. ترکان غربی از اولاد هیونوها بوده که در مناطق آلتای میزیستند و به نام امپراتوران صحرانورد یاد می شدند. مورخین آنان را به نام تگینشاهان یاد کردند که مرکز حکومت تگینشاهان تخارستان یا همان تخار امروزی بوده است. ترک ها به قبایل و اقوام مختلفی تقسیم می شوند که یکی از اقوام بزرگ آنها را ملیت ازبک تشکیل می دهد که از قدیمترین قبایل ترکی محسوب می شوند. اما امروز ترکان قدیم یا ازبک ها در کدام مناطق زندگی می کنند؟ محمد حلیمی یارقن نویسنده و محقق ازبک پاسخ می دهد. اینها اساساً در ماورا النهر که امروز و جمهوری‌های ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان بخش شده و همچنان در بخش شمالی افغانستان که قبلا این را به نام ترکستان جنوبی میگفتند. اینا زندگی دارند چون این مردم در ساحات مختلف جغرافیایی تحت شرایط سیاسی و اجتماعی اقتصادی مختلف و متفاوت از هم اینا زندگی داشتن. از این خاطر در قسمت ویژگی های زندگی اجتماعی، فرهنگی و زبان و لهجه های اینها ما تفاوت های کم یا زیاد میتوانیم ببینیم. ترکان افغانستان در حال حاضر به طور عموم بیشتر در ولایات شمالی و شمال شرقی تخار، قندوز، بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنگان، سرپل و بدخشان این کشور زندگی می کنند. اما ازبک ها در این محدوده ها از چی وقت به این سو زیست داشتند؟ عزیزالله اورال، زبانشناس و مورخ ازبک در افغانستان. تاریخاً ازبکler Orta Asya'nı, Khorasan'ı diyelim آمو و سردریا اطرافlarında در طول تاریخ ازبک ها در خراسان و در اطراف سیحون و جیحون زندگی کردند و اطراف این دریا امروز به قسمت شمالی و شرقی تقسیم شده است. اما در مناطق شمال غربی افغانستان نیز یک تعداد ازبک ها زندگی می کنند، ولی ازبک هایی که در نزدیکی ازبکستان زندگی کردند خود را فراموش نکردند. آنها در همین مناطق زاده شدند. ازبکان بخش عمده و اصلی ترکان را تشکیل می دهند و به این نام یاد می شوند. به صورت کلی می توان ترکان را به 2 دسته تقسیم کرد: ترکان غربی و ترکان شرقی. به عقیده برخی از مورخین با گذشت زمان ترکان شرقی به نام ازبک یاد شدند. محمد عالم لبیب رئیس پوهنتون تخار که سالها سرگرم پژوهش در زبانشناسی و ادبیات دری و ازبکی بوده است در مورد پیشینه تاریخی ازبک ها چنین گفت: پس از تسلط مغول ها در آسیای مرکزی و افغانستان امروزی، چون ساحه‌ای که چنگیز خان فتح کرد بین پسران مختلف از او تقسیم گردید که از جمله آسیای میانه و شمال افغانستان تحت تصرف چغتای خان بود. بنابراین مردمی که در این ساحه زندگی می‌کردند به نام اولوس چغتای و زبانشان زبان ترکیشان به نام ترکی چغتایی یاد شد. خب بعدها که در قرن 10 هجری آسیای مرکزی یا ماورا النهر و افغانستان امروزی از طرف شیبانی خان ازبک فتح گردید، آهسته آهسته از لحاظ سیاسی کلمه ازبک به اینا اطلاق گردید و زبان ترکای ایسا هم به نام زبان ازبکی یاد گردید که تا امروز مروج است. در زمان کنونی ازبک ها و سایر ترک تباران افغانستان یکی از بخش های اصلی جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. احصایه رسمی و دقیق درباره نفوس ترک تباران افغانستان در دست نیست، اما برخی ها تعداد ترکان در این کشور را 8 میلیون تخمین میزنند که از جمله 5 تا 6 میلیون از آنان را ازبک ها تشکیل می دهند.
Mirza Ulug'bek Ko'rag'onim jadvali. در مورد تقسیمات قبایل و اقوام ازبک ها دانشمندان رقم واحدی را ذکر نمی کنند، ولی به عقیده بیشتر دانشمندان ازبک 25 تا 27 قوم ازبک در افغانستان موجود است. اما به گفته محمد یحیی حفیظی شاعر و مورخ ازبک زبان در این مورد تحقیقات بیشتری صورت نگرفته است. urug'lar bor, masalan ular urug'larni bilmaydi, masalan bayot deysiz, achamayri deysiz, qo'ng'irot deysiz. قوم یا عروق ازبک زیاد است، ولی افراد خود نمیدانند که به کدام قومیت تعلق دارند. بیشتر نام قوم و قبیله ها به قریه ها منسوب شده است. مثلا در سرپل قریه به نام هنگوت وجود دارد، ولی مردم آن قریه از تعلق خود به قوم هنگوت چیزی نمیدانند. در این راستا کار صورت نگرفته است. فقط در ولایت سرپل قومی به نام میرزاها هستند که خود را زاده امیر تیمور میدانند. bular iddio qiladi که bizning xonadon Temurdan buziydilar. واژه ازبک به معنای خیشتن بوده است. هرچند دانشمندانی مانند میر علی شیر نوایی و زهیرالدین محمد بابر در آثارشان خود را ترک و زبان خود را نیز ترکی گفتند، همکنون ازبکان افغانستان نیز خود را ترک و زبان خود را ترکی میگویند.